سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ آقا امروز بعد من ورکشاپ ساخت بادی اسپلش. خب بعد گفتن که اونقدر وقت ندارم، باید خیلی سریع حاضر شم. بعد گفتن که یه لباس مثلا رنگ تیره اینا بپوشین، لباس باشه که اونقدر مثلا شیک و پلو خوری و اینا نباشه، لباس معمولی رنگ تیره بپوشین بیاد. و یه چیزی هم که گفتن مثلا عطر و اینا نزنین اصلا که بتونین خب تشخیص بدین. من یه اشتباهی که کردم، اومدم کرم زدم اون روسیون و این داستان همه و اینا همه عطر داشتن. و امیدوارم که تا اون موقع بره عطرش. خیلی دوست داشتم امتحان کنم ساخت بادی اسپلشو و گفتن اکلیل و اینا بیارین و این داستانا، ولی خب من اکلیل ندارم. امیدوارم اونجا داشته باشن من ازشون بگیرم. یه اتفاقات مثلا جالبی توی کرمون داره کلا میفته. ورکشاپ ها خیلی زیاد شدن، خیلی باحاله واقعا. ایونت ها زیاد شدن، کلا یکم کارهای ادایی زیاد شده، ولی خب باحالن دیگه. دیروز رفتم دوچرخه سواری، اصلا بهم دوچرخه سواری یاد داد، واقعا حال داد بهم. کلی زمین خوردم ولی خب خیلی خوش گذشت بهم. چند روز پیش من آرایش سانکیز کردم. خب بعد اینقدر گرم و منو اذیت کرد که اصلا نیازی به اون آرایش نداشتم. من یعنی خودش اصلا صورتم شده بود سانکیس واقعا، یعنی سان منو کیس نکرده بود واقعا، یعنی خیلی کارهای فراتر از کیس کرده بود و خیلی اذیت شدم. ولی حالا الان که عصره اینجوری آرایش خیلی سریع، موهامم که اوکیه فکر میکنم. بریم ببینیم که چطوری یه دونه بادی اسپلش میسازن. خیلی دوست دارم واقعا، خیلی بهش هیجان دارم که یادش بگیرم. پس بزن بریم. نه یاسمین زینب. شما؟ رزوان. اومدیم بادی اسپلش درست کنیم با رزوان، با تجهیزات هم اومده و زینب خانمشون هم عکاسن. خب زینب بیان. بچه ها من دوستامو برای اولین بار دارم میبینم، تو زندگیم تا حالا ندیدمش. بعد دوست شدیم دیگه با هم. همه دوست شدیم. صحبتی داریم؟ خوبیه. بچه هایی که تو رشته‌های هنر کار میکنن همینه که خیلی زود با هم دوست میشن. من هنوز قرار وارد هنر بشم دیگه. یه روح هنر بگیرم دیگه. روح هنر اجتماعی. زینب تو این پشتی کامل اینو بذاریمش پایین. میخوای تا وسط باشه چون تو داری ویدیو میگیری؟ میخوایم لینکای چنل من تو از همین الان میتونی شروع کنی. بچه زینب هم چنل داره، میخوای درباره چنلت بگی؟ چنلم تازه البته راهش انداختم از تابستون، نه از عید از عید. بعد اینکه اولش خب ولاگ خوابگاهی و اینا میذاشتم، الان دیگه همینجوری روزمره که تو خونم میرم عکاسی میام. حالا خیلی باحال، کاملا دیگه هنریه دیگه. یه جورایی. آره دیگه. آفرین. تو چی کار میکنی؟ من داشتم کامپیوتر. خودتو معرفی به اسمم فامیلم خیلی طولانیه. من یاسمین هستم و همین دیگه. دارم داشتم کامپیوتر، دانشجوام و در حال انجام هیچ کاری هستیم. اگه بخوای شروع کنی باید بتونی حرف بزنی. یه سوال دیگه بپرس. چه کاره نفوس شدن هیچ کارم؟ نه من دانشجو. کلی پرسیدم.
خب چند تا از این ورکشاپ ها رو تا الان اومدی؟ من اولین بارمه. بله اولین بارم. چند خوششانسیم واقعا. اولین بار یه زینب دم در دیدم بهش اشاره کردم بشین کنار من. به من هم دقیقه اشاره کردی بشین اینجا. اشاره کردی بشین اینجا. خیلی راحت با هم بشین. آفرین. سلام، منم رضوانم. اولین تجربه. اول از همه اسم اینا چیه؟ بیمبیلی. همتون حرف بزنین. اگه حرف نزنین بلد. بلاتر. هر آدمی دمای بدن مخصوص خودش داره. شما وقتی عطر رو استفاده میکنید ممکنه به خاطر اون حرارت بدن روی بدن من یه بو داشته باشه، روی بدن شما یه بوی دیگه باشه. من یه بلاتر میذارم کف دست. اینجا در فیلم میگیری؟ آره. من میذارم که حس بویاییتون قوی تر بشه. چون حس بویاییتون رو گرفتیم. بلاتر رو خوب میکنید. وقتی که چشمن داریم. وقتی که عینک. عدد یک رو پشت بردستیم. اگه اسمش رو میدونستیم اسمش رو مینویسیم روی کاغذتون و اگه اسمش رو نمیدونستیم حستون رو روی کاغذ مینویسیم. اسمشو بنویسیم گفتین؟ اسمش برای حسه. توی اینجا پشت اسمش مرکبات کلا چون کلا با قهوه اینا قهوه ها اونا بوهای خونی دارن، بوهای تلخی دارن بریم سوم. اونا که نارگیل نوشتن با خودشون یه امتیاز. بچه‌ها این نوت‌های رنگی رو میدن به ما. نوت‌های رنگی، این بلاطه های رنگی رو بهمون میدن و بعد حدس بزنیم که چه بویی میدن. چشممون هم باید ببندیم حتما. بوی ماشین میده. نارگیل. بوی یه خوشبوکننده هوایی دوستم داشت ولی من اینجا نوشتم روناک. شامپو همون هم میده. آره. بود تمیزی مرکبات. مرکبات و گل دستشون درست. گلابی مرکبات میده یا میوه ها. شامپو بعد هلو میده. کدوم؟ این که دارچین 100%. من قاطی شدم. ها این زمان به گلابی بیشتر میده. آخری فقط دارچینه. آره دارچینه. مثلا فقط 2 نفر بگم در چه باحال. دوستش داشتم. دوست داشتی؟ آره. کباب، پرتقال اینا همه اسانساش
دارچین. آخری دارچینه. هر کی دارچین نوشته یه امتیاز. بالاخره یه امتیاز گرفت. جایزه داریم. یس. بچه‌ها جایزه داریم. بچه‌ها کسی هست 4 تاشو درست نوشته باشه؟ 3 تاشو درست نوشته باشه؟ قهوه اگه قبوله من 3 تا رو درست میشه. اون کاپوچینو درست. اگه اون اولیه قهوه رو قبول میکنین 3 تاش. بوی گل یاس، بوی گلابی، نمیدونم دیگه، ببینیم مثلا بوی دارچین، بوی چوب صندل، دسته‌های مختلف، ترکیب شدن روزها با همدیگه، اسانس‌های شرکتی به وجود میاد. که این اسانس امروز ما داریمش گوش می‌کنید و جزو ماندگارترین ماده در طبیعت. مشک؟ فکر کنم از سر میز خودمون بردن. بیا استاد اینفلوئنسر معروف مملکت هستن. خیلی بوی رزماری بچه‌ها. اینجاست بیا. خیلی وقت ببینم حالا چه بویی میده. بچه‌ها فهمیدم که ارکیده خیلی خوشبو میکنه. ارکیده و آرنامه بچه‌ها این صندل کو؟ کاپوچینو. الان دوباره جنوب بیشتر باید بگم چی بریزم دیگه خدا رو خوش بیاد. خیلی خوشبوه، دوستش دارم، هم بوی خنک داره، واقعا دوستش دارم. فکر کنم رنگ و اینا هم باید توش اضافه کنیم دیگه. ببینم بو اکثر عطرا رو نمیده. نه نارگیل رو که آخر دفعه کم یه نارگیل مشتی هم دیدم پر نمیشه. من پوش کردی؟ آره اینا خیلی بوی خوب. چی ریختی رنگی شد؟ شکلات ریخت و کاپوچینو خنک و گرم. آره خیلی خوب شد. آره منطقه قشنگ مرکباتی شد. بریم قسمت نه داشتم تو دوربین کاری میکردم اینو نشون میدم. گفتن که اینا الکل و اینا رو الکل آب مقطر رو که قاطی کردیم اینجوری کار بعد گفتن ای باید یا من نوشتم اگر که اینجا نوشته آره ننوشته حالا تو نوشتی آره لعنت داشتم حرف میزنم دوری حرف نزن
هیچ چیزش سیگار میده بود اصلا تو بیاره دیدی نگاه کن گوشو ببین خیلی خوب شد من که دیگه عاشقش شدم. اول صبح مثلا شب کباب خورده باشیم مسواک نداشت زدم تو ذوقش یا نه سیگار کشید دقیقا سیگار میده خیلی بو خوب شده دقیقا اصلا خوشمون است ولی باحاله اسماعیل اسمش فکر کردم اسمش اسماعیله بعد داشتن گفتن اسماعیل بچه ها میخوام اسانس رو اضافه کنم. خب گفتن که خیلی کم باید بریزه بعدم میابوش ببینم اصلا من کدر شد و خیلی قرمز شد ولی خب بوش جالبه. خوشمزه است. خانم چه خبر؟ درداتون بشن. درد شما بشن. چه دردات بخور تو سر سگا بوری رو. خانم خاله بنی هستن. شلوارم بد میوفته. داشتی میومدی توی کوچه بعد یه آقای تو ماشین پرایدش انقدر نگات کرد ببین حتی انقدر سرش چرخوند که تو خیلی نگات کرد. خانم شما تو این جامعه وقتی اینطوری میپوشه بالاخره شما کاش به جای اینه اسپری فلفل هم یاد میدادم. بچه ها من اسم عطرم گذاشتم اسماعیل چون که یکی از بچه ها از کره جنوبی اومده بود و اسمش من نمیدونم چیه ولی گفتن یونگ سونگ سونگ یونگ نمیدونم ولی خب دیگه من اسماعیل صداش میزنم واسه همین اسم عطرم هم به افتخارش میذارم اسماعیل. اسماعیل دو تا دوست خوب پیدا کردم. دو تا یاسمین و زینب. آیدیاشون هم گرفتم براتون میذارم آیدیاشون. دوستای همیشه گیشیم. آره. اینم بچه من. آره. لیلی زینوش اسماعیل. اسماعیل. تک اسماعیل داره. فعلا بچه ها.